آقا سلام و درود به برابر چه روز خیلی خوش اومدید به یه لیتس پلی از بازی تیلز بیاند توم د فارم سیکرت، یه بازی ترسناک ضبط کنیم. میخوام راجع به داستان این بازی بگم. داستانش راجع به یه فرد به اسم سامانتاه. فهمه که توی پازلی که نمیتونه حلش کنه گیر افتاده و چیزی که خیلی واضح و مشخصه اینه که به یه چیز شیطانی قراره تبدیل بشه و مرز بین مجرم و قربانی قرار از بین بره. آقا بریم که این گیم رو انجام بدیم و داشته باشیم. آقا راستی این مثل که اپیزود دومشه، ما اپیزود اولش رو بازی نکردیم ولی بریم که داشته باشیم. چه صداش بلند بود. The Beyond the Tomb, the Farm Secrets. A man, a monster, call him whatever you want. میگه این یک گیم ساخته شده از بیس یه چیز واقعیه. میگه اسم مکانا آدم ها عوض شده ولی خب ایدهش یه چه از روی پرونده واقعی انگار ساخته شده. Monday, April 10, 1984 ساعت 11. میگه اسم من سامانته، خیلی برام سخته که راجبه این بخوام صحبت کنم. میگه 56 سالمه. میگه 16 سالم بود یه اتفاقی افتاد. میگه که 40 سال از این داستان میذاره ولی فکر کنم الان دیگه وقتشه. میخوام راجبه این داستان باهاتون صحبت کنم. خب ما توی دستشویی میشینه، ایونتوریش باز نمیشه. چیزی چیه این وسط میاد؟ نفهمیدم چیه زدم. نمیدونم چه اتفاقی میفته وقتی ای رو میزنم. آیتما رو با ای میتونیم روال کنیم. این که وقتشه که غذا درست کنیم. خب فعلا که بیشتر شکل یه غذا درست این صاف میکنه آبجکت که میندازه. خب اویلر یه با اسپیس ادش. اوکی تازه فهمیدم چی شد. خب نمک فلفل رو بذار اول اضافه کنیم. نمک حاجی اینجاش رواله، خیلی باحاله. کاش این موقعی که اضافه میکردم میتونستیم خودمون اضافه کنیم، قشنگ میشد. او این بود حاجی. این هم بعد اضافه کنیم و فکر میکنم این باشه دیگه. اینم طبیعتا نیست. این روش چیزی ننوشته، بعید میدونم باشه. کافی هم نه. خب چیز آها تو یخچال دیگه احتمالاً اینجا نیست چیزی که بتونیم برداریم.
تو هم که سرش گرده. خب کون. آها حاجی یافتم. فقط پاش سرپا دیگه. خب اینو ببریم بذاریم تو کوپه رو شروع کنه پختن. 2 ساعت جلو چشمون بود نمیدیدیمش. اول فصل در خونه خودمون گفله. چه ویو قشنگ. این درم که گفله. I'm going to take a shower. خب یه تا این تموم شه بریم دوش بگیریم. اینو میبندیم و اینجا باید دوش بگیریم دیگه طبیعتا. صدا پا رو میشنوید؟ من آدم بازی ترسناک نیستم. وای حاجی دیدی یهو کنار صفحه یه چی اضافه شد؟ ریدم. اولمونم که نمیخواد. کجا بذارم؟ آها وای یا ابوالفضل یا ابوالفضل. وای 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 خیلی بد نگاه میکنه. خیلی بد نگاه میکنه. میگه یه دقیقه وایسا من اصلا یادم رفت بگم چی دارن میگن. اون برایشو گشتمه و غذا داری میخوری. اینم گفت آره درست کردم. بعد گفت یه دقیقه وایسا برم غذا رو واسه بکشم. میگه که تو میدرستی میتونی منو بابا صدا کنی. میگه هر وقت خواستی میتونی. میگه اونم که اصلاحش گفت تا این است اوکی. گفت باشه ما بریم واسه این غذا روال کنیم. خب تو چی روال کنیم؟ ما ظرف خواهیم. بابا چاقو باید ببریم. وای نه چاقو نمیخواد. ظرف منطقه هم از ظرف ببریم دیگه. وای بابا شبیه سعید توسیه یارو. جان منطقیه. نه میگه تو میخوایی. نه مرسی داشت. احتمالا این پدر ناتنی ماه. آره دیگه. حاجی صدای آتیش رو شنیدم کرکام ری. جمع که بسته است. بابا خیلی بد داره نگاه میکنه. اما بایستی این غذا شمشه. میگه که فرمخواه به من نگاه کنی. تو حتی به غذا دست نزدی. میگه که اصفایی میکنم واقعا گشتم نیست. سکوتی فضا رو در بر میگیره. چه گیری داده حالا تمام کرد غذاشو یا چه گیری داده حالا ما غذا بخوریم. ما نمیخوریم. ما میشه بخوری تو هم. تو میز بلند شد.
میگه که بهتر که بری بخوابی، امشب خیلی کار داریم، بهتر که بیدار بشی. میگه که از چیزی هم نترس، همه چی روال بود داستان. مرسی که بلند شدی. این هم که هم صدا چی پنکه است. پس بریم که بخوابیم دیگه. من میترسم در رو واکنم برم تو اتاق این. طبقه بالا همیشه بدبختیمون بوده. آخه شیر نور دارد قف میشه. جان مادرت قف کن. وای داستان از اینجا تازه شروع میشه. احتمالا شب میشه و دیگه اوضاع انقدر قشنگ جالب نیست. نه شب سر شب ده. اصلا این صدا رو دوست ندارم. یا ابوالفضل جای قایم شدن گذاشته. وای اصلا این وضعیت رو دوست ندارم. نمیشه بخوابیم صبح شه. همه چراغ روشن. وای نمیدونم باید چیکار کنم و دوست ندارم همه جا سرک بکشم. وای میگه که میشه کلید ماشین رو بیاری برام. میگه بیرون منتظر وایسادم. برو از اتاق. من اتاقت پایینه. اتاقت پایینه. نکن این کارو. خب میگه اوکی باید چراغ رو روشن بزن. همیشه چراغ رو روشن بزن. اتاقش طبیعتا باید بالا باشه دیگه. وای میخواد بیاد بالا. این میاد بالا. اینو فهمیدیم که تو جفت اتاقا میتونیم چراغ روشن. بیا آره بیا. میگه که تو رانندگی کن. میگه من بهت اعتماد. میگه که تو رانندگی کن این نفر رو. من بهت اعتماد دارم. وای دیدمش پرچام ریخ. مخلص آجی. وای حاجی گفتم روشن نمیشه. کجا باید برم نه؟ اوکی یه ذره بر رانندگی میکردیم خودش مانو میبرد. ساعت 11:25 شب. ماشین میاد از روش خرچ رد میشه. حالا ببین اومده. حاجی دیدی؟ واقعا تا حالا این صحنه رو ندیده بودم. این یارو که ایشونه که دیر شده. بیا برویم ما. وای قیافت خیلی بده.
Hi, you're listening to the greatest radio station in the world. وای رادیو رو ول کن خب خاموش نکنین استارت نمیخوره Your music, your station. میشه نگام نکنی تو اصلا آقا اصلا منو تو نگاه نکن ما رو تنها فرستاد خودش بخواد استراحت کنه